welcome to our channel. Салом ба якояки шумо, хуш омадед ба канали мо. This is lesson 39 from English in 99 days. این درسی 39 است از درس های انگلیسی در 99 روز. Conversation 24 about interview. مکالمه 24 موضوع مکالمه اویدی مصاحبه یعنی در زبان انگلیسی اینترویو می شود. خود در زبان روسی نیز بعضا اینترویو میگن، بعضا ترجمه اساسیش این собеседование می شود. собеседование یعنی برای عادتا وقتی که یک جا کار به کار می روین، در اونجا میگه که فلان روز собеседование هست بیاین. خب یا اینکه یک نفره مثلا برای کار جستن به یک اداره شرکت است، یک کارخانه است می رود. خب ادامه میدیم. خب English in 99 days, lesson 39, conversation 24, interview. Hello, I am looking for a job. Do you have vacancies? سلام، من کار کوفته شده‌ام. شما جای کاری خالی دارین؟ vacancy در زبان روسی نیز vacancy می شود. vacancy گفته جای کاری خالی را میگن. و اون طرف خب دیگر کاتیبه است یا همون مسئول پذیرش است. مسئول پذیرش یعنی همون نفره که مهمان را قبول میکنه. یعنی میگه yes, now we are hiring manager, accountant and driver. بله، ما حاضر به کار قبول کرده استیم مدیران را. مدیر یعنی به حیث مدیر، راهبر. خب منیجر در زبان تاجیکی نیز بعضا منیجر میگوین. منیجر در زبان روسی نیز منیجر، منیجمنت اداره، منیجر مدیر، مثلا مدیر، راهبر. اکاونتنت محاسب همون به زبان روسی بوخگالتر. خب and driver و راننده. What job are you looking for? شما چه خیلی کار کوفته ایستادین؟ میگه که I'm an accountant. من محاسب هستم. What experience do you have? میپرسد که شما چی تجربه کاری دارین؟ یعنی چی تجربه دارین؟ یعنی مقصد در یگان جا کار کردگی هستین، نیستین، چند خیلی کار کردگی هستین. خب و این طرف میگه که I just graduated from the university and it is going to be my first place. میگه من تازه میگم که دانشگاه رو ختم کردم و این اولین جای کاری من میباشد. یعنی اگر مثلا که یکون کار بیام مناسبی مثلا که اختصاصی خودم یعنی محاسب، این اولین کاری من میباشد مثلا. Okay, do you have computer skills? میگه خوب، شما یکون مهارت های کامپیوتری دارین؟ یعنی یکون از کامپیوتر یکون چی میدونین؟ skills مهارت میشود. مهارت ها در زبان روسی نواکی میشود. و میگه که yes, I know the computer very well. بله، من کامپیوتر خیلی خوب میدونم. And have special program for accountants. و خب و یک برنامه مخصوص دارم برای محاسبگی، همون بوغالتری مثلا. و اون طرف میگه it's good، یعنی این خیلی خوب است. We can offer you to be a trainee during 1 month, and if you do well during this month, we will discuss further conditions. Is it okay with you? خب میگه ما با شما پیشنهاد میکنیم که شما را 1 ماه همچون تجربه آموز قبول میکنیم و شما در طول
یک ماه کار میکنید، یعنی خودتون نشان میتین به قولی چیکار از دستتان میآید و بعدا ما در این موضوع صحبت خواهیم کرد و شرط و شروط رو برای ادامه دادن کارتان میگوییم. Is it okay with you؟ این برای شما مناسب است؟ و در جواب میگوید Yes, it is great. بله این خیلی عالی است. When should I start؟ کی میتونم کار سر کنم؟ You can start tomorrow morning. شما میتونید که پگاه سحر at 9 a.m. ساعت 9 سحر یعنی کار سر کنین and please don't be late و لطفا دیر نکنین. خب این طرف میگه thank you یعنی کارجو، اون کسی کار گفته است میگه thank you I will be on time. تشکر، من در وقتش چیکار میکنم میبیایم. Will I work alone or do you have other accountants؟ میگه من با تنهایی کار میکنم یا که یگان محاسب دیگه هست مثلا. میگه you will be two in the office. شما دو نفر میباشید خواهید بود در این office، در این کارخانه. We have chief accountant who can help you anytime. یعنی ما یک محاسب دیگه داریم تو را کمک میکند هر لحظه که هر وقتی که باشد. میگه okay and could you tell me working days and time؟ میگه میتونین شما برای من خبر دین که روزهای کاری ما و ساعتهای کاری ما کدام روزها است. خب اون طرف میگه که we start to work from 9 a.m. ما ساعت 9 کار سر میکنیم every day and ما هر روز یعنی هر روز ساعت 9 کار سر میکنیم and finish our working day at 6 p.m. یا که 18 p.m. و ما ساعتی 6 بیگاه یعنی کار رو انجام میدیم، یعنی با پایان میرسه کاری ما. You will have 1 hour break from 12 till and 13 p.m. Our office is open from Monday till Friday. یعنی شما یک ساعتی بگیم تعطیل دارید یا که استراحت دارین از ساعت 12 تا ساعت 1 نصف روزی و ما کشاده هستیم یعنی کار میکنیم از روز دوشنبه تا روز جمعه. خب از روز دوشنبه تا روز جمعه. خب و در اینجا میگه که good I will come tomorrow at 9 a.m. خب من فردا ساعت 9 می آیم. خب در اون طرف میگه که when you come tomorrow come to me first I will show you your office. سحر که آمدی، وقتی که سحر آمدی اول پیش من بیا تو که من برای تو اتاق کاریت نشان میدم، یعنی آفیس همون دفتر کاری اتاق کاریت نشان میدم. و این طرف میگه که okay thank you see you tomorrow یعنی خوب یعنی تا فردا، یعنی تو آخری فردا. و اون طرف هم که باشد میگه goodbye. خب دوستان گرامی شاید یک کمی تیزتر خواندیم به خاطر امروز گفتگوی امروزمون یک کمی طولانی بود و همون خاطر خواستیم که در وقتی معین شده تمام کنیم و یگان کلمه هایی که شاید از ما فراموش شده است، شاید که یگان جا شما نفهمیدین، شما حتما میتونین که در زیر این ویدیو نویسین و کوشش میکنیم که به هر سوال شما جواب گردانیم. و اگر امروز متن رو کمی خرد کردیم یعنی معیده کردیم، اگر معیده بد باشد شما خوانده نتونین خبر کنین، از این پس باز کلانتر شون میکنیم که در اکران کلانتر بیاین. خب این بود درسی 39 هم از سلسله درس های زبان انگلیسی در 99 روز. گفتگوی 24 موضوع اینترویو همون مصاحبه. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. تا درس های نوبتی خدا نگهدار. Goodbye.